عمه بیا اینجا ببینم. بیا بادا بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. چه خبره؟ نصف شبی داد و هوار میکنی. آخه تو چرا کوچیک کردن من خسته نمیشی ها؟ خسته نشدی که جلو همه منو رسوا کردی عمه؟ وای گفتم چی شده حالا؟ میگیرم میزنم تو. من میخواستم آبروی ریختمونو جمع کنم. میخواستم اون لکه ننگو پاک کنم. آخه تو چجوری تونستی ما رو لو بدی که کجایی؟ زیادی شورشو در آوردی. چی میگی؟ برادرزاده چی؟ سیران فرار کرد. میدونی کی فرارش داد؟ اون سونا فرارش داد. نمیدونم کجا قایم شده. پیداش نمی‌کنم. فهمیدی؟ حالا فهمیدی چی میگم یا نه؟ من از سونامونا خبری ندارم. بابا ولم کن. اینقدر به من دروغ نگو. معلومه سونا تنها نبوده. اونجا یه خبرایی شد. منو ببین نکنه به هالیس کوران خبر دادی کجام ها؟ ناسلامتی عشق قدیمیت دیگه. کلی خاطره داشتین با هم. معلوم نیست موقع چیکارا که نکردی. عمه خدا بکشتت. من تا این سن برسم آبروم حفظ کردم. منو نگاه تو چشام نگاه کن. ببین سرم تا حالا پایین اومده؟ نه خیر. میدونی برای چی؟ چون از خودم مطمئنم. آره جون خودت. واسه همینه که تنها موندی دیگه ها؟ واسه همینه که عمرتو پای هالیس کوران تلف کردی. به این سن رسیدی هنوز مجرد و تنها موندی. واسه اینکه یه زن بالا سرتون باشه خودمو پیر کردم. واسه اینکه زیر دست نامادری بزرگ نشی جوونیمو تلف کردم. اگه من نبودم مال و اموالی برات نمیموند که بتونی خان بشی، چه برسه شوهر یا پدر باشی. من اگه نبودم کسی آدم ضابط نمی‌کرد. با این حرفایی که بارم کردی معلومه مرد نشدی کاظم. برات متاسفم. من برات متاسفم عمه. متاسفم. ببین تا امروز هر چی گفتی حرفتو زمین ننداختم. بزرگمی، نمیخوام بهت بی‌حرمتی کنم، ولی از حالا دیگه حرف منه. فهمیدی یا نه؟ هر چی من میگم همونه. خب باشه بابا باشه. بس کن. میان میندازنمون بیرون ها. آبرومون میره. عمه آروم باش. عمه بیا بریم بخوابیم. خب بیا دیگه. بیا بریم قربونت بشم. حرف اینو ول کن. بریم عمه. بریم. بیا عمه آروم باش. گن زدی عمه. گن زدی. İçimde bir fırtına var, yakar yıkar. Senle ben savaşır mıyız? İçimde bir kör kuyu, sonsuz su. Senle ben kazanır mıyız? Kalbimde sakladım seni ilk gördüğümden beri. Alev aldı bütün korkular. Savruldum dört bir yana, gerçek yalanlara. Bu yol uzun, sonu varsın sana.
korkular. Savruldum dört bir yana, gerçek yalanlara. Bu yol uzun, sonu varsın sana. Bu yol uzun, sonu varsın sana. آقا فرید، آقا فرید، 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 فرید. از دست تو بچه چی کار کنم؟ آقا لطیف ببین، حق داری، واقعا حق داری، ولی هوامو داشته باش فدات بشم. آقا فرید، این کارو از من نخواه. آقا لطیف خیلی راحته، فقط بگو فرید اونقدر هیجان داشت صبح پا شد رفت پیش اوستا نجیب. کاری نداره که، خودمو بعد از ظهر میرسونم دیگه. حالا اوستا نجیب در جریان هست؟ آره در جریانه، فکر اینجاش هم کردم آقا لطیف. یعنی اون اوستای بد اخلاق کمکم میکنه، تو نمیکنی؟ آخرش منم بدبخت میکنی فرید. آقا لطیف میدونستی بچه که بودم بیشتر از همه دوست داشتم؟ ازت ممنونم. سیران، واسه صبحونه یه چیزایی خریدم، ولی اگه دلت نمیخواد سیمیت بخور. آخه دوست داری. قهوه هم درست کردم، بیا تا داغه بخور، انگار یخ کردی. عین بچه‌هایی. چه ربطی به بچه بودن داره؟ اینا جزو احتیاجات آدمه، اینکه گشنه میشن، سردشون میشه و اینجور چیزا. آره. دستت درد نکنه. کی برمیگردی؟ چرا اینقدر عجله داری؟ گوشیم پیشم نیست فرید. بالاخره نگرانم هستن. مثلا کی نگرانت میشه؟ هر کی به فکر زندگی خودشه سیران. شایدم از اینکه رفتی خوشحالم شده باشم. من دیگه نمیخوام باهات دعوا کنم فرید. اینجوری قراره آروم حرفامونو بزنیم سیران؟ اینجوری قراره با هم کنار بیایم؟ ها؟ چیو با هم دیگه کنار بیایم فرید، میشه بگی؟ چی تو فکرته؟ جدی میپرسم. میرم سیران از دست باباش نجات میدم و میپره بغلم. نقشت این بود؟ نه، همچین نقشه‌ای نکشیدم، ولی فکر میکردم برخورد منطقی تری داشته باشی. من کی بی منطق برخورد کردم؟ خب برای چی شناسنامه‌تو برداشتی و رفتی سیران؟ یعنی چی؟ اگه میخواستی زندگی جدید بسازی خب خودم کمکت میکردم. اون وقت چطوری فرید؟ تو توی دنیای خیالیت قوی، تو زندگی واقعی اونی که قویه منم. اگه یه روز قید خانواده‌تو زدی، یعنی اگه جنمشو داشته باشی، اون موقع من کمکت میکنم فرید. قول میدی؟ باید کمکم کنی ها. قول دادی نه؟ میبینی فرید؟ میبینی؟ با هم نمیسازیم. نمیشه. دوبارم امتحان کردیم نشد. چه توی زندگیم باشی یا نه، من با زنی که عاشقش نیستم ازدواج نمی کنم. نمیخوام سرنوشت بچه‌م مثل خودم بشه. هر کار میخوای بکن فرید. من دیگه هیچ وقت قاطی این چیزا نمیشم. میشه دیگه بریم لطفاً؟ تو هم برگرد سر زندگیت.
بیا تو. خان آماده شدین که؟ چرا صدام نکردین خان؟ امروز اونقدر هیجان زدم که حسم میگه این کلکسیون هم برای فرید و هم برای ما خوشیومنه. بهش سر زدی؟ فرید بیدار شده؟ خیلی وقت بیدار شده. صبح زود رفته بیرون خان. منظورت چیه؟ نکنه رفته دنبال اون دختره؟ نه اونجور که فکر میکنین نیست. راستش دیروز از دهنم در رفت درباره مراسم بهش گفتم. خیلی خوشحال شد و از شدت هیجان صبح زود رفت پیش استاد نجیب واسه دستبوسی. مطمئنی؟ اگه میخواین زنگ بزنیم به استاد نجیب خان، راستش یکی هم فرستادم دنبالش. خوبه. با آسمان حرف زدی؟ حرف زدم خان. همه چی رو ردیف میکنه. اونم خیلی هیجان داره. خوبه. خوشحال شدم. خب امروز یکم زودتر بریم. تو به اورهان بگو بیاد. باشه. بذار همه بدونن خانوادگی بالای سر کارمون هستیم. چشم خان. میدونم اشتباه کردم. ولی دیگه ازم عصبانی نباش لطفاً. دوست ندارم دیگه تو اون حال منو ببینی. منم نمیخوام دیگه تو اون حال ببینمت. معذرت میخوام. پس مراقب کارات باش. ببین من به عنوان شوهرت به وظیفه‌م عمل میکنم. انتظارم از تو هم همینه. ببخشید کایا. واقعا ببخشید. اگه دوباره کار تکرار بشه بیشتر از الان ناراحت میشی. همینقدر سیران، همینجوری بریم. حرف زدیم دیگه فرید. دیگه چی از جونم میخوای؟ سر در نمیارم. چی میتونم ازت بخوام آخه؟ چی بگم والا؟ تو به جز خودت به کسی فکر نمی کنی. آره فرید. آره. اولین باره که فقط به خودم فکر میکنم. آره. فقط میخوای منو عذاب بدی، نه سیران؟ هر کاری کردی. قبل ترک امارات همه چی رو داغون کردی. هنوز راضی نشدی؟ دلت خنک نشد؟ اگه میخواستم تو رو عذاب بدم که پیشنهاد بابامو قبول میکردم فرید. شاید قبول میکردی سیران. از کجا معلوم؟ اگه من نمی اومدم احتمالاً بابا تو رو قانع میکرد. خب نمی اومدی فرید. یعنی همیشه این کارو میکنی. یه خوبی میکنی 100 دفعه میکوبی تو سر آدم. هی منت میذاری. لااقل این تو نمک نشناس نیستم. من نمک نشناسم؟ خب اولین بار که اومدی خانوادم با روی خوش ازت استقبال کردن. آقا جونم، حتی آقا جونم دوستت داشت سیران. پس معلومه دوست داشتن و از کی یاد گرفتی؟ بس کن دیگه. چرا داد میزنی؟ تو اول خانواده خودتو نگاه کن سیران. بابا تو ببین، عمه تو ببین، خواهر تو ببین. تو رو بزرگ کردن که بفروشنت سیران. بالاخره هم فروختنت. اگه با من آشنا نمی شدی، اگه آقا جون تو خانواده من سر راهت سبز نمی شدن، جرأت می کردی اینجوری حرف بزنی؟ مگه کی بودی؟ چی بودی ها؟ یه دختر ترسوی آفتاب مهتاب ندیده بودی سیران؟ یادم اولا که اومدی امارات جلوی آقا جونم می لرزیدی. چون ما باهات رفتار خوبی داشتیم پر رو شدی سیران. بس دیگه، اینقدر خانواده‌مو تو سرم نکوب و متلک ننداز. به به. میدونی تنها موفقیت تو زندگی چیه فرید؟ اینکه یه درجه به بی‌حیایی خانوادت اضافه میکنی. همین. هنرت فقط اینه.
بدجنس، احمق، پسر یه ابله. خیر باشه زرین خانم. خیر ایشالله آقا کاظم، برادرم اینجاست، میخواد که با شما حرف بزنه. برادرتون؟ اسمش چی بود؟ کاظم بود؟ مازن بود؟ کاظم. عجب احمقیه. سلام علیکم کاظم آقا. علیک السلام. روک بگم نمیخوام بی خودی حرفو کش بدم، یه راست میرم سر اصل مطلب. سرنوشت ما رو سر راه هم قرار داده، متوجهی؟ واسه همین باید قدرتمون رو یکی کنیم. چی میگی آقا شموز؟ حالیم نمیشه. برات توضیح میدم. یه بلبل دستت بوده که انگاری فرار کرده، فهمیدی؟ من جاشو پیدا کردم، برات لوکیشن میفرستم، سریع برو پیشش. درزم الان کجایی؟ شاموز چه زودم جاشونو پیدا کرد. آره خب دوست آشنا زیاد داره. به لطف تو هم که لیست همه ملک و املاک کرهانا رو در آورده. من اونقدر هم اطلاع ندارم. ممنون. اینو از کجا آوردیم؟ چشاش همه جا میچرخه. خیلی مشکوک میزنه. نه اینطور نیست. داداشم همه رو فرستاده که برن. یکی واسه آشپزی و اینا میخواستیم، برای همین استخدامش کردیم. قبلا خدمتکار خونه پلین بوده. غریبه نیست، نگران نباش. نمیخوام بعد ازدواجمون اینجا ببینمش. شوکت جون، دوست عزیزم، ممنونم که با این نقشه جلوی داداشم رو گرفتی، اما متوجهی که قضیه رو خیلی جدی گرفتی؟ آخه چه ازدواجی؟ یه جایی باید این بازی رو تموم کنی مگه نه؟ نه من خیلی هم جدیم. تو این سن یکی مثل شهموز از کجا پیدا کنم؟ با یه تیر دونشون میزنم. آقا کاظم. سیران؟ سیرانه، وایسا پسرم، وایسا. سیران.
ببین فرار نکن لطفا، اینجا نمیتونی فرار کنی. فرار نمی کردم بابا، می اومدم پیش تو. باشه، پیشنهادتو قبول میکنم. لیاقتشون همینه. داری راست میگی دخترم؟ باز کلکی تو کارت نباشه. نه بابا، نه. من از اونا متنفرم. یکم هم اونا زجر بکشن. آفرین، همینه دخترم. آفرین بهت، حقشونه، حقشونه. باریکلا دخترم. آفرین، آفرین. خیلی خب بیا بریم تو. بیا سرما میخوری. از کاظم خوشم نمی اومد، ولی تلفنی که باهاش حرف زدم به نظرم آدم باحال و محترمی می اومد. خیلی محترم بود. کاظمو میگی؟ مزخرف نگو شهموز، اون آدم زبون نفهمه. شوکت جون، اتفاقا زبون نفهم باحاله. بهتره اینجوری بگم. خب تو سالها منو پنهونی دوست داشتی، منم همچین آدم صاف و ساده‌ای به نظر نمیام، نه؟ شهموز تو آدم حسابی هستی، فقط خیلی زود جوش میاری. خودتو با اون مرتیکه آویزون مقایسه نکن که بالا میارم. چرا خودمو با اون مقایسه کنم عزیزم؟ منظورم این نبود. میگم زبون نفهم ما رو میشه یه جوری قانع کرد. کافیه جیباشونو پر کنی، اون وقته که جونشونم برات میدن. حرفم اینه. من نه کارای این مرتیکه رو قبول دارم و نه ازش خوشم میاد. وای بذار یه امروز رو بی دردسر شب کنیم تموم شه. شوکت، به نظرم داری نسبت بهش بی‌انصافی میکنی. راستش خیلی آدم محترمیه. خونواده‌شو که بشناسی میتونی بفهمی که چرا همچین رفتاری داره. میشناسم عزیزم. بهتر الکی سنگشو به سینه نزنی زرین جون. ببینم زرین، تو از کجا این یارو رو انقدر خوب میشناسی که میگی محترمه ها؟ فکر نکن حواسم نبود که نپرسیدم. بگو ببینم تو شماره‌شو برای چی داشتی؟ خب داداش معلومه دیگه، پارسال درباره ازدواج باهاش حرف زدم و گفتم مراقب دختراش باشه. فقط همین. چقدرم که حرفت پیش رفت. آفرین. انشالله همین باشه زرین. فرید اینو طراحی کرده. اولین طرحشه. شاید این بهترین طرحمون نباشه، ولی خب حکایتی رو تعریف میکنه که انگار یه مشکلی هست. همینطوری که شما میگیم باباشون. منو باش برای کی دارم توضیح میدم. اگه یه ذره سررشته داشتی، الان کنار کارای من یه چند تا طرح هم به اسم تو میساختن. اما دل به کار ندادی. بالای سر کارمون نبودی. شرکت بدون تو هم به کارش ادامه میده. داریم بی‌انصافی میکنیم بابا جون. من کل عمرم واسه کار کردن تو شرکت گذاشتم. حتی وقتی که دانشگاه نداشتم میگفتیم باید تو شرکت کار کنم. خب حق داری، اما یه وقتا تلاش کردن کافی نیست. وقتی عطا نکنه معبود، چی کار کنه سلطان محمود؟ کاش یکم عرضه کار کردن داشتی. عرضه داشتم بابا جون. منم عرضه کارایی رو داشتم، اما شما موسیقی و جزء هنر حساب نمی کردی. چرت و پرت نگو. امروز عصبیم نکن. کارایی که تو نتونستی بکنی رو انشالله پسرت داره میکنه. الانم برو شرکت کارا رو ردیف کن. به زنتم بگو امشب بیاد، همگی باید دور هم باشیم. باشه؟ باشه بابا جون. میرم به کارای شرکت برسم. آقا جون، شرمنده صبح زود رفتم بیرون. بابا؟ دشمنت شرمنده پسرم. چی بهتر از این که اول صبح رفتی دستبوسی استاد؟ ببین،
اینم سورپرایزت. اینو میخواستم امشب بهت بگم، اما چون دیدم یک کمپکری طاقت نیاوردم بهت نگم. فرید، تصمیم گرفتم اینو بسازیم. آقا جون. چیه پسرم؟ داری گریه میکنی نه؟ بیا بغلم، بیا 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 بغل آقا جونت. فرید، اینطوری نکن پسرم. حالا دیگه دوران تو شروع میشه. بعد از من نوبت توه. ممنونم آقا جون. زنده باشی. بیا بغلم. خوش اومد. خوش اومد. ممنونم. مامان گلگون خوش اومدین. فدات شم. واقعا خوشحالم که اومدین. مگه میتونم نیام؟ حتما شوخی میکنی. مهمترین روز پسرمه. فرید، راستش نخواستم تابلو شه، ولی نگران سیرانم. خبری ازش داری؟
خبر دارم. حال سیران خوبه. دیگه درباره سیران ازم نپرس. باشه؟ باهاش حرف زدم. از دست کاظم فرار کرد. گفت خوبه ولی به نظرم یکم لازمه تنها باشه. میگم و دست در نکنه. دست تنها گل کاشتی عزیزم. همه چیز محشره. ممنونم مامان گلگون جون. فدات شم. خوش اومدین خان. ممنون. همه اومدن؟ اومدن خان. همه چی مرتبه. خوش اومد. سه دقیقه مونده. خیلی خوب یلا 3 دقیقه وقت داری. دونه دونه حرفاتو بزن. من اونجا. خب بابا جون حاضریم. سخنرانیتون رو شروع کنیم. تا پخش زنده 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پیشنمایش رو پخش کنید. برنامه یک نفر یک نور در مورد آدمایی صحبت میکنه که در خفا زندگی میکنن. این هفته مهمانی داریم که غافلگیرتون میکنه و چیزی که دیده نمیشه رو نشونتون میده و صدای آدمایی میشیم که صداشون شنیده نمیشه. قراره بفهمید سرگذشتش شبیه قصه هاست یا کابوسه، با خیانتی که در زندگی بهش شده و چیزهای زیادی که اکثرتون نمیدونید. یعنی در خدمت فرید، سیران تو تلویزیونه. نه 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 نه. اورهان سیران رفته تلویزیون از ما حرف بزنه. جونم داداش. آبدین فقط سری ماشین آماده کن. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ داداش گفتم زود باش. بجام. سیران رفته پخش زنده. بجام دیگه. چی گفتی؟ بینندگان عزیز، امشب در خدمت مهمان خیلی ویژه‌ای هستیم و شعارمون اینه یک انسان یک نور. برای اینکه این نور رو انتقال بدیم امشب با حضور نکن. کسی برنامه رو برگزار می‌کنیم که همه نه شما سیران منتظر نمیتونی این کارو نکن. این کارو نکن. راه بیفته داشت گاز بده. بدو. اورهان اینجا چه خبره؟ چرا زل زدن تو گوشیشون؟ بابا سیران رفته تو تلویزیون مصاحبه زنده کنه. میخواد در مورد ما حرف بزنه. پخش کن. خان تو رو خدا پخش نکنیم. این دختر کاراش معلوم نمیکنه. از کجا معلوم چیا بگه؟ پخش نکنیم لطفاً. بهتون گفتم پخشش کنین. به هر حال همه دارن میبینن. لطیف بگو پخشش کنن. سیران خانم خوبی؟ بله خیلی ببخشید.
فکر نمی‌کردم مصاحبه کردن انقدر سخت باشه. ولی شما گفتین که هر آدمی یه نوره. من دیگه نمیخوام بی خودی نورمو هدر بدم. یعنی خیلی از آدما خب فکر میکنن عین پرنسس ها زندگی میکنم، ولی نه، هیچ وقت اینطوری نبوده. راستش بابام منو با زور و کتک شوهر داد. دخترم چی میگی؟ آروم باشین، بفرمایید. خیلی خوب. باشه بابا، باشه یه لحظه نکن آقا. واقعا شرمنده. فکر نمی‌کردم بحثو اینطوری باز کنیم. آقا یه لحظه صبر کن. ای بابا، این که چیزی نیست. هنوز اون ور قضیه رو نمیدونی. اون هالیس کرهان بزرگ، معمار اصلی این ازدواج اجباریه. یعنی میگفت عروسشو از بین دخترایی که تو همون جمع میشدن انتخاب کنه. اصلا فکر نمیکنه با هم تفاهم دارن یا اصلا نوام الان حاضر ازدواج کنه یا نه. انگار اومدن بازار جنس بخرن. منو نه، اول خواهرمو انتخاب کرد. بعدش که اومدن آنتن واسه خواستگاری خواهرم، چون پسرشون منو خواست، بابام منو به زور کتک شوهر داد. بابام ازشون ملک گرفت و منو فروخت. یه نفرم از کرهانا صداش در نیومد که حتی اعتراض کنه. همونطور که فهمیدم شما مجبور شدین این کار رو قبول کنین. اگه شانس دیگه ای داشتم خب نمیدونم. آسمان، مهمونا رو بفرست برن. باشه. چون که خودتون بهتر میدونین ازدواجایی که تو کشورمون صورت میگیره، امضاهایی که زده میشه با رضایت خودشون نیست. اگه شاغل نباشین و جایی رو نداشته باشین، زندگی خیلی ترسناک میشه. خب انگار همه کرهانا رو خانواده محترم و با ارزشی میدونن، اما این واقعیت نداره. حتی نذاشتن دانشگاه برم، مانعم شدن، چون زنی رو برای پسرشون میخواستن که مطیع باشه، در برابر کاراشون دم نزنه و از خودش هیچ اختیاری نداشته باشه و به خواست اونا پیش بره. چون من اینطوری نبودم، از معشوقه یه نوشون که بچه اینا مشروعش رو بارداره حمایت میکنم. اون زن رو بردن امارتشون زندگی کنه. والا دروغ چرا؟ بعد ازدواج ما هم رابطه داشتن. اولین شب عروسیمون فهمیدم، چون وقتی رفتیم تو اتاق اونجا بود. شوهرم اون شب به هم گفت که همه چی رو میدونی ولی سکوت میکنی. چاره دیگه ای نداری. یعنی واقعا چاره دیگه ای نداشتی؟ در جریان این که اگه دختر فردای عروسی برگرده خونه ی باباش، چیا پشت سرش میگن. درسته. اگه دستتون تو جیب خودتون نباشه و کسی هم نباشه حمایتتون کنه، مجبور میشین حرفی نزنی. هیچی اونطور که میبینین نیست. راستش دیگه روم نمیشه درباره بی‌حیایی‌های اون زندگی‌های به ظاهر درخشان براتون بگم.
وقتمون رو به اتمامه و مطمئنم برنامه امشب همتون رو غافلگیر کرده. منم خیلی تحت تاثیر سرگذشت و حرفاتون قرار گرفتم. خب حرف آخر. برای بیننده ها و مخصوصا دخترای جوون چه صحبتایی دارید؟ داستان دختر شاه پریون دروغه. چون زندگی همچین چیزی نیست. نذارن عشق به قیمت آزادیشون تموم شه. تو هر مقطع از زندگیشون که هستن، مبادا از غرور و آبرو و شخصیتشون بگذرن و بازیچه یه دست دیگران بشن. وقتی میخوان ازدواج کنن، به خوشتیپی و پولدار بودن طرف فکر نکنن، به شخصیت خوبش نگاه کنن و اون وقت بله بگن. ببینن تفاهم دارن و میتونن خوشبخت بشن یا نه. سعی کنن جلوی هر ظلم و خشونتی وایسن. چون به عنوان یه زن وقتی نتونین حرفتون رو بزنین، بچه هاتون هم از شما یاد میگیرن که سکوت کنن. اگه امروز اولین دستی که بلند میشه رو نگیرین و دم نزنین، فردا اون دست روی یه بچه بیگناه بلند میشه. چون نفرتم مثل عشق از آدم به آدم و نسل به نسل منتقل میشه. همه جا پخش میشه.